امروز در سامانه‌های اینترنتی محمد اقبال صدرالدین از نام مردم مسجد نوشتجات نوشته است که گویا مردم شرفمند مسجد علیه برگزاری جشنواره وحدت ملی هستند. من همچون یک جوان مسجدی، همچون یک ساکنی ناحیه مسجد خطاب میکنم به محمد اقبال صدرالدین که تو کی هستی که از نام مردم مسجد سخن میکنی؟ تو کی هستی که مردم مسجد درخواست یا خواهشاتش را برای تو ارسال کند؟ تو یک نوجوان مردی، تو یک کودنی، تو یک عوامی هستی که تهمت نامه و بهتان نامه ها می نویسی. بگو کدام از ساکنین ناحیه مسجد برای تو این نوشتجات را ارسال کرده است؟ بگو. می هراسی، می ترسی، زیرا این نوشتجات به قلم خود تو منسوب است. در یاد دارم که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در جشنواره نوروز در 60 سالگی دشت دلورزین در ناحیه مسجد قرار داشتند، حضور داشتند و با افتخار مردم شرفمند مسجد را شبیه شعر نر تاکید نموده بودند. آره، مردم شرفمند مسجد هیچ وقت سخنش را طریقه کسی دیگر ابراز نکرده است. مردم شرفمند مسجد از کسی نمی ترسد و از چیز هراسی هم ندارد. امروز تمام پیر و برنای مسجدی برای با شکوه برگزاری جشن وحدت ملی آمادگی دیده ایستادند و منتظر قدوم مبارک پیشوای معظم ملت هستند. ما همگان پیشوای معظم ملت را دوست می‌داریم و منتظر ایشان هستیم.